آشوریان محافظت نماید. پارسیان دیگر ایرانیان ساکن در غرب طی لشکرکشی‌های آشوریان مجبور به مهاجرت به سمت جنوب شدند و در مرزهای دولت ایران استقرار یافتند. جهان در حال تغییر کردن بود و از زمان آن فرا رسیده بود تا نظمی نوین بر جهان حاکم شود. نخستین بار در سالنامه شلمنسر سوم به سال 843 پیش از میلاد است که ما با نام پارسوا برخورد می‌کنیم و از آن پس هر بار که شاهان آشوری به مناطق شرقی امپراتوری خود لشکرکشی می‌کنند از پارسیان در میان اقوام شکست خورده نام میبرند. میان قرن نهم تا قرن هفتم پیش از میلاد پارسیان برای رهایی از دستدرازی پادشاهان بزرگ آشوری با دیگر قبیله‌های مستقر در زگرس و همچنین دولت قدرتمند ایلام در جنوب متحد شده بودند. اما این اتحاد هم نتوانست از پیشروی سپاه آشور جلوگیری کند. حملات پیاپی آشوریان نه تنها پارسیان که حتی ایلامیان را نیز به زانو درآورده بود. از آغاز قرن هفتم پیش از میلاد ایران در نتیجه جنگ مداوم با آشوریان ضعیف شده و دیگر بر منطقه انشان تسلط چندانی نداشت. چشم پیش که در این زمان رهبر